این نوار دویمیمش درباره سی شرط یعنی حل مسئله بگینده ما در درس گذشته نوار گذشته یعنی 5 مثالش کار کردیم. من اکای مثال ششم تا مثال دهم از نصب کردیمش با کارش میکنیم. خب پیشکی اجتا میگم که سی شارپ هم ما ورسیوی پیشنهاش قطعی کار کردم یعنی ویزوال استودیو 2008 قطعی کار کردم که یک چند سینتاکسیسی یک کمی برنامه که نوار یکم نبود فرق میکنه. گپ دراز نمیکنه برای که جدول مثال رو نویستنش کمتر وقت میگیره. یکم مثال شو علاقه من نویسنده تیار کردم موندم. مثال درازی تیغه های پاراللیپیپدی راستگونجه A, B و S دو داشتند حجم آن و مساحت آن یافته شود. خب مثال ما پیشکی نویسنده موندم نگاه کنید. خب کانسول ورایت قیمت یا را داخل کنید قیمت بیر و غیره و غیره. فرمولا رنگی همون پیش نخدش فقط یکی از چیزی که تغییری که ایجاد کار میکنه چیه؟ مثال در ما ویزوال استودیو 2022 وقتی که کار میکردیم آنه خیل یک کمتر فرق داشت. اینجا دوزی یا نمنا نشونتون میتیم موجود علامت دلار میموندیم بعدا همین خیل نویسندگی در داخل نال که موندگیم ما در داخل ای پول می نویسندیم و تمام ایناییش زیادتیش در کار نبود. همین خیل برنامه ما کار میکرد اما متاسفانه این کمتر ورسیوی پیشینش ده این علامت هم ما دنبالیم خطو گیرمون میکنه یعنی کار نمیکنه. برای همین در داخل همین ایجاد نال میمونیم بعدا ایجا ما یا ورگل میمونیم او را در ایجا میمونیم یعنی قیمتی او را با جای همین میگیره میمونه نالی که موندگیم. خب من این کانسول ریحت که سالای پیش ندم باید کانسول ورایت قطعی گفتیم برای بازگشت دل خواه تومه رو زیر نمید برای چی؟ برای که ما از مثال میگیریم برنامه را با کار میداریم. بازی لحظه ریحت که در خطوگی گفته استه از ما را انیقش میکنیم. خب ایجا در یه حرفی کره یعنی ریحت که در کی مایده مونه بریم او را کلانش کردیم. خب انکا چیکار میکنیم؟ برنامه وقتی که با کار میداریم مثال ما قیمت می نویسیم 1 2 3 برنامه نه جوابا میبره حجم اون 6 مساحت اون 22 برای بازگشت دل خود تومه رو زیر نمایید. اگر که از ما امر نمی نویسندیم این همین نشان میداد و گم میشید یعنی همین مساحت نشان میداد و گم میشید. برای اینکه ما را نویسندیم این دو کادی که آخر دا موندگیم برای همون اکرانی ما گم نشیدنه یعنی برای بازگشت دل خود تومه رو زیر کنید تا ما یکان تومه رو زیر نکنیم برنامه به ایجا بر نمیگرده. خب این یکم من اکنون میگذاریم با مثال دیون تستر حرکت کنیم کار کنیم. از روی قیمت دو داشته ایر درازه دوره ال و مساحت دایره s یافته شوند یعنی ایر ما معلومه ایر برابر د ضرب پی ضرب ایر است و اس ما برابر پی ضرب ایر در کادرات به صفت قیمت پی 314 استفاده برده شود. خب یک تا ما یعنی یک داخل کننده داریم او داخل کننده ما هم باشه ایرای ایجاد هم ایر می نویسانیم. خب کانسول ایناییش دیگه در کار نیسته نشان دارم میگیریم دابل اینجا در میمونیم آی پی سر میکنیم پی برابر 314 خب دوامش میکنیم ایدنتونی اکسنت قبولش نکرد چی با نقطه باشه او نقطه بودای. خب وقتی که ما پی را داخل کردیم نوبتی ال میومیم که گفته بود که ال بیومیم. خب با فرمول یه بار نگاه میکنیم یا کنیم د ضرب پی ضرب ار د هسته ضرب پی داریم با ضرب ار داریم تمام من همین قدر می نویسونیم. فرمولای الی ما تیار هسته و یا فرمولای دیگه ما باید برای دیگریش تیار کنیم. اوش مساحتش باشه بله اوش مساحتی اونای اهنه است بله مساحتی اونای
خب و مساحت دایره اس یافته شد که اس برابری پی ضرب r در کوادرات اس برابری پی ضرب r در کوادرات، یعنی r ضرب r میشه و bu r ضرب r یکمیره قوسda میگیریم ana بعدا r ضرب r در کوادرات. خب اینجا هم توغری شد. ana جایی که ما میبریم درازی یکمشدا می نویسونیم، درازی اون درازی اون خب اینجا دا باشم می نویسونیم L انا خیلی مساحت اون است درسته. تمام. مثالی هفتم هم بوچید همین خیلی نویسونده می شود. مثالی هشتم هم میخونیم که عددهای A و B داده شدن میانه اریتمتیکی آنها یعنی A جمع B تقسیم 2 یافته شود. خب ایشا ملکه شما باید بدونیم که چه خیلی ما را داریم. یک تای دیگه کپی هم میکنیم، کپی انا اینجا دا ما می نویسونیم A قیمت A اینجا دا A را توضیح میکنیم A می نویسونیم، اینجا دا قیمتش B های این را ما توضیح میکنیم B می نویسونیم، نه P در کور نیسته. در این مثال ما خب اینایشان زیادتیه خب فرق ندارد چیزی باشه ما در اونجا دا قبلای حاصل جمعی آنها گفتگی ما سر میکنیم الان باشه هیچ گرد نی قوس میکشیم در قوس A جمع B قوس میکشیم تقسیمی 2 تقسیم همین خیلی باشه ما خاطر نبر آورده باشم میانه با جای این میانه اریتمتیکی می نویسونیم. خب میانه اریتمتیکی یا بار با هر حال می سنجیم که کار کسته یا کی نه. خب 2 خب باید جواب ما دش بگذاره. بله درسته. انا معلومه شد که مثال هشتم هم ما درست کار کردیم و فرمولش در آده بگیریم. انا اگه در همینجا ما مثالی دیگری را کار میکنیم. و مثال دیگری چیه؟ نهم مثال عددهای A و B داده شدن میانه گئومتری آنها یافته شد، یعنی ریشه کوادراتی عدد حاصل ضربی آنها. خب اشتم اینا چخیل که میبینیم A و B ضرب ایجاده ای حاصل ضربی آنها گفته است. اینجا ما باید ریشه را بیاریم. ریشه چخیله S او R T گفته میشود آنانیه میشود حاصل ضربی آنها. یا یا اسکویرتی را کمتر قبول نکرد شاید در سبب که این زبان کمتر چیوش دیگه خیلی ایسی بیم باشه ولی هم قبول نکرد. بازی ریشه را حلش میکنیم. خب اینجا در ما مزه باید ایلوه میکردیم رنگی چی بگم بیسیک و ویزوال بیسیک ما دائما اینجاشو فراموش میکنیم. خب ماز توچکا اسکویرتی می نویسونیم. با دقت باشین که می هم باید می کلام باشه نه اس هم باید کلام باشه. اگر مایده باشه با پرابلم میشه خطا گیرون میکنم. یه بود مثالی هشتم یا نهم ما که مثال دهم کار میکنیم. دو عددهای غیر صفری A و B داده شدن حاصل جمع تر ضرب و تقسیم کوادراتی
آنها یافته شوند. анакоз мо این مثال سر میکنیم. ما یک روز جواب شما نشانتون میتونم برای که نویستنش کمتر وقت میگیره. خب اینا ما مثال 10 نویساندم. نگاه کنین دابل قطعی آمدیم اس جایی که شموده بسیار ترازی در کار میشه مز نقطه پو ای با درجه برداری گفتنی گپه. یعنی متمتیکی ما میگیم با درجه میبرداریم ا در درجه د جمعی با همی ب در درجه د بعد طرحش بعد ضربش بعد تقسیمش را کار میکنیم. انا ای خیلی رنگی پرینت باری با چوب میبرن. از ما یا باری را میسانجیم که کار میکنه یا کی نه. Загнувши хотел существовали внешние клиенты. Объект был закрыт диспетчером. Error выходит. Я был бегай сорокам мессенджер. Вызвано объект был отключен от клиентов. Я бор دیگه перезагрузкаш метем барномаро баъди кор дам медируя. چی باکی همتر یک کمتر همتری های کار میپرته کار نمیکنه دیگه. نمیدونم چی بالاش داده دیگه. کنترل رایتیم چسباندیستیم. خب قیمت یارا دو بگیریم اگر قیمت بیر از 3 میگیریم. نه چخیلی که میبینین حاصلی جمع شون حاصلی تر حاصلی ضرب حاصلی تقسیم شون. خلاصی گپ که برنامه را دیدستین خوش راکه کار کسته. خب با همه سربلند و خانه باد باشیم تا نوارهای بعدی. با اینا یه بار دیگه فرموله نشونتون میتیم. اینا سربلند و خانه باد باشیم.